اینجا شمارزی بریتانیا روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا در این قسمت ثبت میکنم که وارد بشه و اینجا دقت داشته باشید کانتینیو رو میزنم وارد میشه به همین سادگی. حالا من دسترسی رو به برنامه نمیدم در این قسمت و اینجا در حال وارد شدن هستش. باید یکم صبر کنید و اینجا اکانت ما به همین سادگی ساخته شد. اینجا مثلا چیزی می‌نویسم همینجوری و وارد شد. به همین سادگی شما میتونید در این قسمت ازش استفاده کنید و حالا من وارد واتساپ تجاری شدم به همین سادگی. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای کانال صفر تا صد خیلی خوش اومدید. در این ویدیو قراره آموزش حالا ساخت شماره‌ریزی با استفاده از یک ربات رو بهتون یاد بدیم. همینطور که در اولی ویدیو هم دیدید تست کردیم، به صورت کاملا رایگان این روش کار میکنه و این دومین بار هستش که این روش رو بهتون معرفی میکنیم تا میتونید از این روش استفاده کنید، چون واقعا هم رایگانه و هم بدون محدودیت. حتما کانال یوتیوب صفر تا صد رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگ رو فالو کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید و لینک این برنامه داخل کانال تلگرام براتون میذارم. توجه داشته باشید این روش هم نیاز به فیلترشکن داره. حتما دوستان از فیلترشکن استفاده کنید، نه از پروکسی استفاده کنید که من از فیلترشکن استفاده میکنم. حالا این فیلترشکن متصل میشم اینجا، حالا وارد این ربات میشم. وقتی وارد این ربات میشید توجه داشته باشید که اینجا وقتی استارت رو میزنید چند تا گزینه براتون میاد. حالا من اگر روی مثلا شماره‌ریزی رایگان کلیک کنم، اینجا آورده که باید در داخل این کانال تلگرامی عضو بشم که من این گزینه رو میزنم. این از این قسمت. حالا دوباره این گزینه رو میزنم اینجا و اینجا حتما باید در داخل این 4 تا کانال عضو بشید که بتونید از این حالا ربات استفاده کنید. حالا عضو شدن رو میزنم و این گزینه رو میزنم که عضو شدم. حالا دیگه میتونم از حالا برنامه استفاده کنم. من بک رو میزنم که کامل بهتون توضیح بدم. اینجا این ربات شماره‌ریزی رایگان به شما میده، شماره‌ریزی کشورهای مختلف و در داخل خود ربات هم حالا کد رو براتون میفرسته. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. اینجا اکانت من هستش، اینجا شماره هستش که من دارم و اینجا در این قسمت موجودی حساب من هستش. اینجا مربوط به سوالاتون هستش که ما با این قسمت رو کار نداریم. اینجا هم این رو آورده. اگر روی این گزینه کلیک کنم، یعنی اینکه بتونم پول از این ربات دریافت کنم، اینجا آورده که زیر مجموع گیری باید انجام بدید که خیلی کار آسونیه. شما با اکانت های دیگه‌تون میتونید زیر مجموع گیری انجام بدید. من دوباره بازگشت رو میزنم در این قسمت که حالا گزینه‌های دیگه هم بهتون توضیح بدم. اینجا هم در این قسمت دوباره مربوط به همون هستش که ما با این قسمت ها خیلی کار نداریم. ما فقط با این قسمت کار داریم، get free number یعنی شماره‌ریزی رایگان. خب این دو تا قسمت هم دوستان مربوط پیدا کردن شماره هستن و اینجا آورده افزودن شماره که ما با این قسمت ها اصلا کار نداریم. روی این قسمت get free number کلیک میکنم، اینجا ثبت میکنم که برام بیاد. اینجا شماره‌ریزی کشورهای مختلف رو برامون میاره. کافیه روی این گزینه کلیک کنید و شماره‌ریزی مورد نظر رو کپی کنید. به همین سادگی. حالا اینجا خودش آورده مثلا چه کشوری هست، پرچم‌ها رو آورده، نام کشورها رو براتون میذاره و اینجا آورده پیامک و وایس رو حالا میتونید دریافت کنید، یعنی تماس هم حالا میتونید دریافت کنید اما کد رو براتون نمیفرسته. دوستان عزیز حتما این موضوع توجه داشته باشید که اول بهتون بگم که حالا دچار مشکل نشید. پیامک رو که میفرسته یعنی ارسال کد به صورت پیامک، ولی اینجا وایس رو که آورده میفرسته منظورش این هستش که فقط یک حالا اعلام براتون میفرسته. این نیستش که کد رو همون وایس حالا مثلا صدا رو براتون بفرسته که بخونه، نه اینجوری نیست. و اینجا خودش آورده بعضی قسمتاش قابلیت وایس هم نداره، این اعلان رو دریافت نمیکنه. خب حالا این از این قسمت. حالا این شماره‌ریزی هستش که میتونید برای تلگرام یا واتساپ استفاده کنید. اما نکته‌ای که وجود داره، شاید بعضی از افراد بپرسن خب شماره‌ریزی محدود هستش و افراد دیگه از این شماره‌ریزی استفاده کردن. دوستان نکته‌ای که وجود داره اینجا در این قسمت که حالا کانال هاشون رو آورده بود، من وارد یکی از کانال هاشون میشم در این قسمت که یک نکته رو بهتون یادآوری کنم. اینجا 4 تا کانالی که براتون عضو بشید حتما عضو بشید و اون کانال ها رو چک کنید. یکی از کانال ها آورده در این قسمت نکاتی رو یادآور میشه. اینجا در این قسمت 5 تا بخش آورده ایمو، مثلا این 3 تا کشور برای ایمو کد رو دریافت میکنن. تلگرام این 3 تا کشور برای تلگرام کد رو دریافت میکنن. اینجا هم در این قسمت گوگل آورده، تیک تاک آورده، بایننس آورده. یعنی شماره‌ریزی کار میکنه، نیستش که کار نکنیم و نکته خیلی مهمی هستش. مثلا اینجا آورده تلگرام، این شماره‌ریزی آورده خب 701. حالا من وارد ربات میشم دوباره در این قسمت دوستان عزیز که بتونم ازش استفاده کنم. اینجا در این قسمت که حالا ربات هستش، این ربات و اینجا 701 به دنبال شماره‌ریزی بریتانیا میگردم. اینجا هستش 701. شماره‌ریزی مورد نظر رو کپی میکنم، وارد تلگرام میشم که این شماره‌ریزی رو تست کنم. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که شما باید این شماره‌ریزی رو روی تلگرام اصلی تست کنید، نرید روی تلگرام‌های دیگه تست کنید، فقط روی تلگرام اصلی تست کنید که براتون کار میکنه. پس به همین دلیل وارد تلگرام دیگه‌تون بشید و از اون طریق شماره‌ریزی رو کپی کنید و اینجا میتونید کد رو دریافت کنید و در داخل تلگرام اصلی تست کنید. اینجا من وارد تلگرام میشم، 44 رو وارد میکنم، اینجا شماره‌ریزی مورد نظر رو پیست میکنم و اینجا 44 رو پاک میکنم. اینم کار میکنه برای تلگرام یا نه.
و اینجا ثبت می‌کنم. دوستان دقت داشته باشید آورده شماره مجازی مسدود شده. پس به همین دلیل میگم حتما در داخل اون کانال تلگرام عضو بشید، چون وقتی اونجا میذاره که چه شماره برای حالا تلگرام و اینا کار کردن، وقتی افراد فوری میرن استفاده میکنن اینجا شماره مجازی اینقدر استفاده شده مسدود شده. خب حالا من از این قسمت خارج میشم، اینجا وارد این گزینه میشم و اینجا اوپن رو که بزنید کدها رو دریافت میکنید در داخل کانال دیگه. اگر دقت داشته باشید اینجا کدها رو براتون میفرسته، اینجا برای پلتفرم‌های مختلف، و اگر دقت داشته باشید اینجا در این قسمت کدها رو فرستاده و اینجا مثلا آورده برای حالا کانادا هستش، کدها رو برای پلتفرم‌های مختلف فرستاده. یعنی برنامه کار میکنه، نیستش که کار نکنه. اینجا آورده وایسایی که براتون میفرسته، حتما این موضوع توجه داشته باشید اینجا هستش که به درد نمیخوره و باید کد رو به صورت پیامک براتون بفرسته دوستان. خب این از این قسمت. و اینجا مثلا تلگرام همین شماره مجازی، حالا شماره مجازی دیگه هستش اینجا که برای تلگرام کار کرد. حالا من اینا همین شماره مجازی رو ببینم پیدا میکنم در داخل این قسمت یا نه. برای تلگرام شماره مجازی بریتانیا در این قسمت این شماره مجازی هستش، کپی میکنم، حالا وارد تلگرام میشم و این شماره مجازی هم تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. اینجا پیست رو میزنم، 44 رو پاک میکنم و اینجا روی این گزینه کلیک میکنم. دقت داشته باشید دوستان کد 2 مرحله‌ای فعال شده، یعنی ما نمیتونیم از این ایکان استفاده کنیم، اما میتونیم روی این گزینه کلیک کنید و این گزینه رو بزنید به همین سادگی. حالا دیگه در این قسمت و اینجا خودش هم آورده که حالا بعد از 7 روز بازیابی خواهد شد به همین سادگی. یعنی برنامه کار میکنه، نیستش که کار نکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره، من شماره مجازی چند مدتی پیش حالا از این طریق گرفتم برای واتساپ تجاریمون، واتساپ بیزینس، که اینجا در این قسمت فکر کنم دوستان عزیز حالا من شماره مجازی مورد نظر رو دوباره پیدا میکنم در این قسمت که همون رو دوباره تست کنم برای واتساپ تجاری یا واتساپ بیزینس ببینم کار میکنه یا نه. اینجا شماره مجازی کشورهای مختلف هم داره که میتونید ازش استفاده کنید. حتما به این موضوع توجه داشته باشید که این شماره مجازی دوستان عزیز دقت داشته باشید این شماره مجازی رو باید چند بار تست کنید. بعد شماره مجازی شانسی هسته، بعضیش کار میکنه، بعضیش تا سالم باشه برای تلگرام کد رو نمیفرسته که من بارها تست کردم. اینجا در این قسمت همین شماره مجازی هستش، من وارد واتساپ تجاری میشم که دوباره تست کنم. اینجا در این قسمت 98 رو پاک میکنم، 44 رو وارد میکنم، اینجا شماره مجازی بریتانیا هستش. اینجا شماره مجازی بریتانیا روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا در این قسمت ثبت میکنم که وارد بشه و اینجا دقت داشته باشید کانتینیو رو میزنم وارد میشه به همین سادگی. حالا من دسترسی رو به برنامه نمیدم در این قسمت و اینجا در حال وارد شدن هستش، باید یکم صبر کنید و اینجا اکانت ما به همین سادگی ساخته شد. اینجا مثلا چیزی می‌نویسم همینجوری و وارد شد به همین سادگی. شما میتونید در این قسمت ازش استفاده کنید و حالا من وارد واتساپ تجاری شدم به همین سادگی. و اینجا اگر دقت داشته باشید شماره مجازی مورد نظر دوستان دقت داشته باشید، من اینجا چون قبلا وارد شدم اینجا کسانی که از این شماره مجازی استفاده کنن به احتمال زیاد ارسال کد رو دریافت خواهند کرد برای واتساپ تجاری. نکته‌ای که وجود داره اگر روی این گزینه کلیک کنم اینجا روی این گزینه میزنم و اینجا هیچ کدی دیگه نفرستاده و اینجا توجه داشته باشید در این قسمت که حالا کدی نفرستاده. در این قسمت که من دوباره وارد میشم اینجا اگر دقت داشته باشید و فوری وارد واتساپ تجاری شد به همین سادگی. پس حالا شما میتونید شماره مجازی دیگه هم تست کنید. مثلا من این قسمت خارج میشم، حالا مثلا در این قسمت این شماره مجازی یا همین شماره مجازی رو برای پلتفرم‌های دیگه هم تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. حالا من همین شماره مجازی هم برای ایمو تست میکنم. در این قسمت توجه داشته باشید 44 رو وارد میکنم، شماره مجازی مورد نظر پیست رو میزنم، اینجا 44 رو پاک میکنم و روی این گزینه کلیک میکنم، اینجا ثبت میکنم در این قسمت و اینجا ورده مثلا من سال کد رو میزنم ببینم حالا گفته تماس میگیرم. دوستان دقت داشته باشید وارد این گزینه میشم و اینجا این گزینه رو میزنم. اینجا فکر کنم دوستان دقت داشته باشید یک وایس انداخت ولی حالا ما نمیتونیم از این وایس استفاده کنیم، حتما این موضوع توجه داشته باشید. اینجا دوباره یک وایس دیگه انداخت، یعنی وایس رو حالا برامون میفرسته اما کد رو نیستش حالا بخونه کسی و فقط یک حالا نوتیفیکیشن هستش که برامون میفرسته. با شما صبر کنید که این تایم تموم بشه تا بتونید ارسال کد رو بزنید که کد رو براتون بفرسته. اینجا اگر دقت داشته باشید روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا آورده ارسال کد. حالا روی این گزینه کلیک میکنم ببینم کد رو میفرسته یا نه. دوستان دقت داشته باشید کد رو به همین سادگی فرستاد 8418 در این قسمت و اینجا شما مجازی سالم هستش. به همین سادگی شما میتونید از این حالا ربات استفاده کنید، واقعا ربات خیلی کاربردی هستش. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب 0 تا 100 رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید و لینک این ربات هم داخل کانال تلگرام براتون میذارم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.